کرک دختریه که به خاطر پولشویی و دزدی 5 سال زندانی بوده و بعد 5 سال آزاد میشه. مدد توی زندان یه خونه به اون اجاره میده داخل یه آپارتمان. اما وقتی که وارد آپارتمان میشه که با آسانسور بالا بره، یه زن و یه مردم با اون سوار آسانسور میشن. اون زن کرک رو خیلی سکسی نگاه میکنه و کرک هم که 5 سال تو زندان بوده و خیلی تو کفه بعدش نمیاد. کرک شروع میکنه تا یه دستی روی خونه بکشه، چون وضعیت خونه مناسب نیست. اون شروع میکنه به مرتب کردن خونه و باز کردن لوله‌ها که گرفته. مددجو بهش زنگ میزنه، اما سرصدای تخت همسایش خیلی زیاده و هر جور شده میپیچونه و قطعش میکنه. و دوباره شروع میکنه به باز کردن لوله‌ها که زنگ خونه رو میزنن. وقتی زنگ در خونه رو میزنن و میره در رو باز میکنه، میبینه همون زن داخل آسانسور، یعنی وایولته. اون با 2 تا لیوان قهوه وارد خونه میشه که به کرک سر بزنه و بهش میگه که به خاطر اینکه شب کاره دوست داره روزای خورده‌ای ساکت باشه خونه. واسه همینم از کرک میخواد که یکم کمتر سر صدا کنه. کرک هم قبول میکنه و وایلت از اونجا میره. روز بعد وایلت زنگ میزنه به همون مددجو و بهش میگه که گوشواره از گوشم افتاده داخل سینک و یه نفر رو میخوام که برام درش بیاره. مددجو هم که میبینه کرک تو کار فنیه، بهش زنگ میزنه و از اون میخواد که بره به وایلت کمک کنه. کرک وارد خونه وایلت میشه و شروع میکنه به باز کردن لوله ها و گوشواره رو در میاره. وایلت هم بهش میگه که هم میتونم بهت پول بدم و هم میتونم یه جور دیگه حساب کنم. اون دوتا شروع میکنن به مالوندن همدیگه و چراغا رو خاموش میکنن. اما وسط کار در خونه باز میشه و دوست پسر وایلت وارد میشه. اونا خودشونو جمع جور میکنن و اونم متوجه نمیشه. کرک که فکر وایلت ولش نمیکنه و کارش نیمه تموم موند. شب که سوار ماشین میشه، وایلت سری میاد کنارش میشینه و بهش میگه که کارمون نیمه تموم موند و بهتره که تمامش کنیم. و دوتایی با هم دیگه به خونه کرک میرن. اونا شروع میکنن کلی با هم دیگه درد دل کردن و حسابی بیحال میشن و میافتن روی تخت. اونا شروع میکنن در مورد هم سوال کردن و وایلت بهش میگه که سزار یه جورای مشتری حساب میشه، ولی چون عضو گروه مافیاست نمیتونم چیزی بهش بگم و یه جورایی هم داره خرجمو میده. روز بعد که کرک از سر کار داره برمیگرده، میبینه یه نفر پشت آیفون داره به وایلت التماس میکنه که راهش بده خونه. کرکی با پشت در اتاق وایلت میرسه و متوجه میشه که شلی، یعنی همون مردی که پایین منتظر بود، و وایلت در حال رابطه هستن و میخوره تو برش. شب که کرکی میره پیش وایلت و خیلی سرد با هم دیگه در دل میکنن، اونجا بحثشون میشه و وایلت به کرکی میگه که این کار منه و هیچ حسی بین ما نیست، اما اون قبول نمیکنه و با ناراحتی وایلت رو ترک میکنه. روز بعد که کرکی داره وسایل وانت خودش رو جابجا میکنه، میبینی که چند نفر از گروه مافیا شلی رو با زور به خونه وایلت میبرن. با اینکه از دست اون ناراحت بود، نگرانش میشه و سری برمیگرده خونه. از پشت دیوار به حرفاشون گوش میده و متوجه میشه که شلی از اونا پول دزدیده و دارن شکنجهش میکنن که جای پولا رو لو بده. وایلت میخواد از خونه بره بیرون ولی سزار نمیذاره. اما رئیس اونا که از وایلت خوشش میاد بهش میگه که از اینجا برو و شروع میکنن به حرف کشیدن از شلی و با اون به محل پول میرن و همونجا بعد از فهمیدن جای پولا اونو میکشنش. کرکی که نگران وایلت بود دلشو به دریا میزنه که بره به خونه وایلت اون کمک کنه، اما وقتی در باز میکنه میبینه که وایلت پشت در وایستاده و اونو با خودش میبره به خونه. وایلت یه پیشنهاد به کرکی میده و بهش میگه که من از این وضعیت خسته شدم و میخوام از اینجا برم، اما با پول. بعد از کلی صحبت کردن، کرکی هم بهش میگه که اگه بدونم تو منو قال نمیذاری و به من خیانت نمیکنی قبول میکنم. شب که میشه، سزار خونالود با 2 میلیون دلار به خونه برمیگرده و شروع میکنه به شستن و خوش کردن پولا که اونا رو به رئیس باندشون برگردونه. کرک و وایلت هم که یک نقشه برای کارشون کشیده بودن از روی برنامه پیش میرن. سزار بعد از شستن و خوش کردن پولای خونی اونا رو داخل یک کیف میذاره و میره تا دوش بگیره و بعد از اینکه از همون بیرون اومد با شراب کارشون رو جشن بگیره. اما وایلت اون بطری رو میشکنه و بهش میگه که از دستم افتاد، تا رئیس بیاد من میرم و یه دونه دیگه میگیرم. سزار میره داخل همون، وایلت میره دنبال مشروب و کرکی هم میاد داخل خونه و شروع میکنه به باز کردن کیف و برداشتن پولا. بعد از اینکه پولا رو برمیداره
کلی روزنامه جای اونا میذاره داخل کیف. کرکی پولای دزدیده شده رو داخل یه پلاستیک میذاره و داخل سطل رنگ قایمشون میکنه. وایلت برمیگرده خونه و به سزار میگه که ببخشید که دیر رسیدن و مهمونات اومدن و رفتن، اما سزار به اون میگه چرند نگو، اونا هنوز نیومدن. ولی وایلت بهش میگه که من پسر رئیس باند و پایین دیدم که سوار ماشین شد و با هم دیگه کمی صحبت کردیم و اون رفت. واسه همینم فکر کردم که اونا اومدن پولا رو ازت گرفتن و رفتن. سزار که با پسر رئیس مشکل داشت سری میره سراغ کیف و میبینه که پولا نیست. ویولت بهش میگه که بهتر از اینجا فرار کنی و اونا پولا رو به جیب بزنن، اما سزار قاطی میکنه و شروع میکنه به نقشه کشیدن که یه جورایی مچ پسر رئیس باند رو بگیره و پسرش رو جلو رئیس باند بیابرو کنه. وایلت که میبینه نقشه به هم ریخته به کرکی خبر میده و بهش میگه که جریان اینجوریه. کرکی هم به وایلت میگه تو خودتو بزن به ترسیدن و هر جور شده اونو فراری بده. سزار روی وایلت اسلحه میکشه و بهش میگه که نه تو جای میری و نه من، چون من میدونم که پسر رئیس باند دست خوشش میاد. وایلت هم مجبور میشه بمونه. بالاخره رئیس باند، پسرش و محافظش میرسن خونه و بعد از خوردن مشروب رئیس میگه پولا کجاست و سزار هم که متوجه میشه اوضاع خرابه و نمیتونه ثابت کنه که خودش پولا رو ندزدیده، اسلحه رو به سمتشون میگیره و همه رو میکشه. همسایه‌ها که به پلیس زنگ زده بودن، پلیس سر میرسن و شروع میکنن به گشتن خونه، اما چیزی پیدا نمیکنن چون سزار همه جا رو مرتب کرده بود. بعد از اینکه مامورا از اونجا رفتن، سزار کلید ماشین رو برمیداره و میره سراغ ماشین چون فکر میکنه پولا داخل ماشینه و شروع میکنه به گشتنش، اما اونجا پیداشون نمیکنه. واسه همینم میره به خونه پسر رئیس باند و اونجا رو میگرده، اما متوجه میشه که پولا اونجا هم نیست. وایلت که سعی داره اونو فراری بده بهش میگه که بهتره از اینجا بری چون اعضای گروه مافیا ولت نمیکنن، اما اون بیخیال نمیشه و میگه که من باید پولا رو پیدا کنم و دستخالی نمیتونم از اینجا برم. بعد از اینکه برمیگردن خونه، وایلت میخواد که به کرکه خبر بده که سزار سر میرسه و متوجه میشه که اون با یه نفر تماس گرفته و به وایلت شک میکنه. واسه همینم میزنه رو دکمه ریدیال و متوجه میشه که تلفن خونه کرکه زنگ میخوره. سزار که متوجه میشه قضیه زیر سر وایلت شروع میکنه به زدنش. کرکی میاد که به وایلت کمک کنه، اما سزار اونم میگیره و دستپای هر دوتاشون رو میبنده. سزار شروع میکنه به حرف کشیدن از اونا و کرکی بهش میگه که پولا رو توی سطل رنگ قایم کرده، اما اعضای گروه مافیا که منتظر رئیسشون بودن و میبینن نیومده به خونه وایلت میرن. سزار به وایلت میگه که اگه همکاری کنی پولا رو نصف میکنی و منم از اینجا میرم، اما بعد از رفتن اونها اون میزنه زیر همه چی و وقتی به خونه کرکی میره تا پولا رو برداره، وایلت از دستش فرار میکنه و سزار هم شروع میکنه به دنبال کردن اون. کرکی هم دستای خودش رو باز میکنه و میره تا به وایلت کمک کنه. وایلت خودش رو به خونه میرسونه و هر جور شده با تلفن با اعضای باند تماس میگیره و بهشون میگه که من تحت فشار بودم و سزار میخواد که با پولا فرار کنه، اما سزار سر میرسه و شروع میکنه به زدن وایلت. کرکی هم سر میرسه و با هم دیگه درگیر میشن و اسلحه از دست سزار میافته. وایلت هم اسلحه سزار از رو زمین بر میداره و چند تا گلوله به شلیک میکنه و اونو همونجا میکشه. وقتی اعضای باند به اونجا میان بهشون میگه که اون رئیس باند رو کش و پولا رو برداشت و فرار کرد. اونا هم که نمیتونن به پلیس زنگ بزنن، جنازای اونا رو بر میدارن و از اونجا میرن. بالاخره وایلت و کرکی هم پولا رو بر میدارن و از اونجا میرن. این فیلم هم همینجا تموم میشه. ممنونم از نگاه زیباتون. خوشحال میشم که با لایک و سابسکرایب هم از من حمایت کنید. اسم فیلمو هم همین پایین ویدیو براتون میذارم و خود فیلمو هم داخل کانال تلگرام.